وقتی یکی جواب سلامت رو نداد رد شو. به مردم تا میتونی خوبی کن، ولی ازشون هیچ انتظاری نداشته باش. یاد بگیر در زندگی چه لحظه‌ای بمونی و چه لحظه‌ای رد شی. وقتی یه شخصی نیاز به کمک داره اون لحظه بمون، و زمانی که مشکلش حل شد نذار چشاش تو چشات بیفته و بگه ممنونم، سریع رد شو. وقتی دیدی یه نفر اشتباهش رو به خاطر غرورش قبول نمیکنه نصیحت کن، رد شو. مثل علی رضی الله عنه شب تاریک بیدار میشد، صورتش رو میپوشوند، میرفت جلوی در خونه های فقرا در میزد، نونو میذاشت، رد میشد. سعی کن خوبی کنی و رد شی. سلام علیکم.